سلام، من ساما هستم و امروز میخوام راه حل یکی از آزاردهنده‌ترین مشکلات نرم افزاری رو بهتون بگم. دوستانی که سیستم و لپتاپ هایی با مانیتور 4K دارن حتما به این مشکل برخوردن که آیکون های نرم افزاریشون خیلی ریزه و قابل تشخیص نیست و باعث میشه که نتونیم به درستی با ابزارها و منوها کار کنیم. این مشکل توی نرم افزارهایی مثل فتوشاپ و ایلاستریتور و نرم افزارهای ادوبی توی ورژن‌های اخیر رفع شده و آپدیت نرم افزارها به روشی بوده که این مشکل رو حل کنن. ولی توی نرم افزار مارولس دیزاینر برای رفع این مشکل ما باید تنظیمات نرم افزار رو خودمون به صورت دستی تغییر بدیم تا این مسئله حل بشه. رفع این مشکل هم خیلی ساده است و فقط کافیه یه تیک رو توی نرم افزار فعال کنیم. بریم که ببینیم چطوری میتونیم حلش بکنیم. من نرم افزار مارولس دیزاینر رو باز میکنم. همین اولش میبینید که چقدر صفحه اصلی کوچیک برای من باز میشه. اینم از منوها، ابزارها و آیکونا که خیلی ریز هستن و همونطور که میبینید تشخیصشون واقعا اگه نگیم غیر ممکن ولی خیلی سخته. از منوهای بالا باید گزینه ستینگ رو انتخاب بکنیم. گزینه دوم یوزر ستینگ که اگر براتون خوندن این منوها سخته گزینه دوم رو انتخاب بکنید. اگر نمیتونید بخونید هم به راحتی گزینه دوم قابل تشخیصه. توی پنجره‌ای که باز میشه گزینه اول، دوم، سوم و چهارمی یوزر اینترفیس رو انتخاب میکنیم که دوباره زیر مجموعه‌ای به ما میده. توی زیر مجموعه بعدی گزینه رزولوشن رو پیدا بکنید و اینجا یه گزینه بیشتر نداریم. Optimize for High Resolution Display. اینجا یه تیکی هست که باید این تیک رو فعال بکنیم. الان آفه. من این تیک رو آن میکنم. اوکی و نرم افزار رو یه بار باید ببندم و باز بکنم تا مسئله رفع شده باشه. بیایم با هم دیگه چک بکنیم. خب از همین صفحه مقدماتی اول که داره باز میشه متوجه میشیم که تغییراتی ایجاد شده. این هم از خود نرم افزار که میبینید منوها، ابزارها و بخشهای دیگه به راحتی قابل تشخیصه. ما میتونیم آیکونها رو به خوبی ببینیم و مسئله به راحتی حل شده. اگه شما هم مثل من زیاد از نرم افزارهای گرافیکی استفاده میکنید و به سوالات زیادی برمیخورید که جوابشون رو نمیتونید پیدا بکنید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، چون اینجا از سوالات و تکنیک های نرم افزاری میخوام بگم که حاصل تجربه سالها کار منه و هنوزه با هر پروژه جدید کلی سوال جدید برام پیش میاد که ساعتها باید وقت صرف کنم تا جوابش رو پیدا بکنم. اینجا از خلق آثار دیجیتال با نرم افزارهای گرافیکی، قلم‌نوری و سایر ابزار الکترونیک صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید.